درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 20 ینور. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خویش به پارلمان به خصوص از تهدیدهای امنیتی صحبت کرد و وعده داد که امسال مزد کار آموزگاران و طبیبان و کارمندان تمام نهادهای دولتی را بالا میبرد. پیام رئیس جمهور را در تلویزیون‌های دولتی روز 20 ینور مستقیم نمایش دادند. امام علی رحمان در بستانسرای حکومت در دوشنبه عصیان خونین عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع را کار دستی رهبریت حزب نهضت اسلامی و عاملان خارجی نامید. امام علی رحمان از وضع ناآرام خاورمیانه از جمله وضع سوریه و عراق اظهار نگرانی کرد و عملکردهای گروه دولت اسلامی را خارج از اسلام و وحشیگری خواند. یک حادثه بسیار وحشت‌انگیز که در سوریه رخ داد آشنایی پیدا کردیم. وقتی تروریست مادر خود را وحشیانه قتل می‌کند، مادری که در جستجوی فرزندش از چند کشور با چه گونه عذاب و رنج کافت و کاو کرده دریافت می‌کند. این اسلام است، این دین است، این وحشانیت است. امام علی رحمان در مدت 24 سال رهبریش در تاجیکستان بیشتر از 15 مراتب است که هر سال به پارلمان و مردم با پیام سالانه مراجعت می‌کند، ولی به گفته منتقدان حکومت نه همه وعده‌های رئیس جمهور ضمن پیام اجرا می‌شوند. مقامات انتظامی تاجیکستان دو عضو دیگری ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را رسما به جنایت‌های سنگین متهم کردند. بنا به گزارش‌ها عبدالستار کریموف معروف با نام مخصوم عبدالستار به تروریسم، تشکیل اتحاد جنایی و برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی متهم شده است. خویشاوندان رحمت الله رجب عضو دیگری ریاست حزب نهضت روز 20 ینور به رادیو آزادی گفتند مفتشان رحمت الله رجب را بر ضمن تروریسم و عضویت در گروه جنایی به قلابی متهم کردند. 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را ماه سپتامبر سال گذشته دستگیر کردند. آنها را به دست داشتن در عصیان خونینی ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع متهم می‌کنند، هرچند خودشان این اتهامات را بی اساس نامیدند. حزب نهضت را دادستانی تاجیکستان ماه سپتامبر سازمان تروریستی نامید و فعالیتش را ممنوع کرد. طبیبان تاجیک میگویند زکام سخت امساله که H3 عنوان دارد شکل دیگر شده زکام خوک است که طبابتش مدتی درازتر را در بر میگیرد. در تاجیکستان امسال صدها نفر به زکام H3 گرفتار شدند و خودشان میگویند این گونه زکام سخت را بار اول است که از سر میگذرانند. هوای گرمتر در مقایسه با سالهای گذشته سبب دامن پهن کردن زکام H3 در تاجیکستان شده است و با گفته طبیبان وابسته به مسئولیت بدن انسان معالجه این بیماری بیشتر از 2 هفته را در بر میگیرد. با وجود این تاجیکستان از ویروس زکام خوک تا کنون ایمن مانده است، هرچند این بیماری در روسیه و اوکراین چندین نفر را کشت و به 1 نفر در قزاقستان سرایت کرد. دانشگاه دولتی کولاب 32 ختم کرده این دانشگاه را به دادگاه کشیده از آنها خواسته است پول تحصیل در این مؤسسه تعلیمی را بپردازند. رهبران دانشگاه در یک نشست خبری روز 19 ینور در کولاب گفتند این دانشجویان باید بر اساس راهخط دانشگاه به مکتب‌های روستاهایشان رفته کار می‌کردند، ولی از اجرای این دستور سر پیچیدند. هیچ کس میان در این شهر همه شهر گفتگان بعد خود کارکنی نمیروند. اگر در کجای بروند مثلا هم در یک مکتب البته یکون جو میوه که جوش کنه. در تاجیکستان بسیاری از جوانان بنابر مزد کار کم در مکتب‌ها کار نمی‌کنند و به روسیه می‌روند یا تجارت را پیشه می‌کنند. دسته منتخب جوانان تا 22 ساله تاجیکستان در دومین بازی در مسابقه بین المللی جام اتحاد 2016 در شهر سنت پتربورگ روسیه از تیم استونیا با حساب بزرگ 1-4 مغلوب شد. بازی مذکور شب 19 ینور در مجمع ورزشی پتربورگسکی برگزار شد. منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در دور نهایی سبقت گروهی روز 21 ینور با منتخب لاتویا وارد رقابت می‌شوند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.